مریضی سخت نغمه و بستری شدن نغمه در شفاخانه در امریکا. گریه‌های منگل برای همسرش نغمه. دلیل بستری شدن نغمه چی بوده است؟ آیا به واقعیت نغمه سکته مغزی کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. خانم نغمه یکی از هنرمندان پیشکسوت، سابقه دار و محبوب افغانستان است. از ولایت زیبای کندهار، بزرگ شده شهر عینو مینه، نغمه در سن 18 سالگی با آنکه نظامی ازبق بود با منگل دوست شد و بالاخره دوستی و آشناییشان به ازدواج مبدل شد. نغمه در سن 18 سالگی با منگل ازدواج کرد. زندگی خوش و آرامی داشتند و آهنگ‌های بیشمار دوگانه سرودند که مورد حمایت و تشویق فراوان علاقمندان و دوستدارانشان قرار گرفت. اما به دلیل ناسازگاری‌ها در زندگیشان نغمه از منگل در سال 2006 طلاق گرفت. نغمه دوباره ازدواج کرد ولی منگل تاکنون ازدواج نکرده است و همیشه آهنگ‌های پرسوز در فراق جدایی از نغمه می‌سراید. نغمه از همسر دومش فرزندی ندارد ولی از همسر اولش منگل 5 فرزند دارد، 3 دختر و 2 پسر. بنده قبل شایعات در صفحات مجازی درس کرد که نغمه به دلیل فشار بلند سکته کرده است و در بزرگترین شفاخانه در امریکا بستری است. اما تاکنون تایید این خبر توسط فرزندان نغمه و یا هم منگل نشده است. ولی من آرزو دارم این خبرها دروغ باشد و خانم نغمه افغانستان صحت کامل داشته باشد. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من بیخبر نمانید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر شاد و موفق و کامگار باشید.